آقای دیدار چی کار کنم گیاهم ریشه‌هاش قوی بشه پاجوش بزنه؟ ببین روش اقتصادی و خونگیش اینه که از عصاره دارچین استفاده کنی، ولی روش حرفه‌ایش اینه که از کود بیورادیکاند استفاده کنی و معجزه رو ببینی. برای مقابله با شپشک آردالود چی کار کنم؟ توی خونه میتونی از محلول الکل و مایع ظرفشویی و آب استفاده کنی، ولی بهترین راه حلش استفاده از سم مالاتیونه. چی کار کنم برگای گیاهم پهن بشه و رشد خوبی داشته باشه؟ روش خونگی یا اقتصادی نمیتونم بهت پیشنهاد بدم، ولی بهترین کار اینه که از کود سوپرفیوتا استفاده کنی که واقعا معجزه میکنه و سایز برگا رو خیلی بزرگ میکنه. گیاهی داره خراب میشه، چی کار کنم احیاش کنم که رشد خوبی هم داشته باشه؟ ببین توی خونه میتونی از آب برنج شسته شده استفاده کنی، ولی تاثیرش خیلی کمه. بهترین کار اینه که از کود بمباردیر استفاده کنی که گیاهات احیا میکنه، تازه رشدش هم زیاد میکنه، فوق العاده است. گلدونم پشه های ریز داره، اونو باید چی کار کنم؟ توی خونه یه لیمو ترش برمی‌داری، پوستش رو رنده می‌کنی، رو سطح خاک گیاهت می‌ریزی. این روش اقتصادیشه. حرفه‌ایش هم استفاده از سم دیازینونه. شما هم میتونید سوالاتتون رو توی کامنت بپرسید که بهتون جواب بدم، و اینکه اگر دوست داشتید و از محتوای این ویدیو خوشتون اومد، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون هم بفرستید. مرسی.